به عنوان یه عضو جامعه پزشکی همیشه دلم میخواد این دارو دم دستم باشه، چون مطمئنم یه روزی عزیزترین هامو از مرگ نجات میده. نیتروگلیسیرین داروییه که عضلات صاف رو در بستر تمام عروق بدن شل میکنه و مصرف اکسیژن رو توسط قلب کاهش میده. این یعنی این که در حملات قلبی یکی از مؤثرترین داروهاییه که باید همون مرحله اول به بیمار داده بشه. استفاده اون در آنژین‌های صدری مزمنه و حتی حاد هم میتونه استفاده بشه و در هایپرتنشن‌های شدید باعث گشادی عروق و کاهش فشار خون میشه. در مواردی همچون آنمی‌های شدید و ICP یا همون فشار بالای داخل جمجمه‌ای این رو نمیتونیم مصرف کنیم. عوارضی همچون گیجی و منگی و تهوع استفراغ، غش و گرگرفتگی و عوارض مربوط به قلبی رو هم میتونیم از اون ببینیم. آموزشاتی در مورد این دارو هست که بسیار مهمن. افرادی که این دارو رو مصرف میکنند باید اول مطمئن بشیم که گروه دارویی سیلدنافیل، تدنافیل و از این دسته رو مصرف نمی کنن، چون تداخل داره و شدیداً باعث واکنش میشه. در حملات آنژینی حاد ما از فرم قرص زیرزبانی اون استفاده می کنیم. در مصرف آنژین‌های صدری این دارو رو یک باره قطع نمی کنیم و طی 4 الی 6 هفته و زیر نظر پزشک دارو رو کاهش میدیم و قطع می کنیم. این دارو در شروع درمان ممکنه اثراتی همچون سردرد رو داشته باشه و برای کاهش این سردرد از آسپرین و پروفن میتونیم استفاده کنیم و یا دوز دارو رو کاهش بدیم. این دارو مثل سایر داروها با مصرف الکل تداخل داره و بیمار به هیچ وجه نباید اونو همراه با الکل مصرف کنه. به بیمار آموزش میدیم عوارض عصبی همچون سردرد، سردی دست و پا و تاری دید رو گزارش کنیم و به پزشک بگه. و به بیمار آموزش میدیم که فرم زیرزبانی این قرص همیشه همراهش باشه تا در مواقع حملات آنژینی حاد اونو مصرف کنه. زمانی که بیمار دچار حمله حاد آنژینی میشه به بیمار آموزش میدیم که یکی از قرص‌های زیرزبانی که همراهش هست و زیر زبونش بذاره و با زبان خیس کنه تا 3 قرص همینجوری ادامه میده و حرکتی هم انجام نمیده، یعنی هیچ فعالیتی انجام نمیده. اگر تا 3 قرص رو مصرف کرد و این مشکل و درد قلبی هنوز ادامه داشت باید بدون حرکت با همکاران 115 تماس بگیره تا اونو بدون فعالیت منتقل کنن. نکته مهمی هم در مورد نگهداری خود قرص بگیم که قرص داخل در پوشهایی باید باشه که اصلا نور نفوذ نکنه، چون حساس به آفتاب و نور هستن و سریعا اون حالت خودشون رو از دست میدن. قرص خوراکی دارو رو نیم ساعت قبل از مصرف غذا یا 2 ساعت بعد از مصرف غذا مصرف میکنیم. و یادمون بمونه که این دارو مشابه داروهایی که فشار خون رو کاهش میدن ممکنه باعث کاهش فشار خون ارتوستاتیک بشه، پس از فعالیت‌های یهویی و ناگهانی جلوگیری میکنیم.